گروه از ماموران سازمان ملل روز دوشنبه خواستند فرماندهان ارتش میانمار برای جنایت‌های جنگی و نسل کشی محاکمه شوند. گزارش این گروه یک سال بعد از سرکوب بیرحمانه مسلمانان روهینجا نشر شد که در نتیجه آن 700,000 نفر برای نجات جانشان به بنگلادش همسایه گریختند. چون این تعبیر را با آسانی نباید استفاده برد. در آنجا قصداً این افراد را تجاوز، قتل و به سرپناه کردند. این عمل بغیر از نسل کشی دیگر چیزی نبود. بنا به این گزارش پاسخ ارتش میانمار به حمله های آشوبگران روهینجا در ماه اوگوست از حد گذشته بود. ما داستان‌های وحشتناک می‌شنیدیم. زنان با نوبت می‌گفتند که چند سرباز آنها را تجاوز می‌کرد، کودکان را به علنگه آتش می‌انداخت. می‌گفتند که پلیس به طرف کودکانی در حال گریز تیر می‌انداخت. فقط جنایت‌های وحشت‌آور. کریم پناهنده روهینجا میگوید همه این عملها هدفمندانه بودند. این ظلم به مردم روهینجا است و آنها قصد دارند مردم ما را از کشور بیرون کنند. مقامات میانمار ادعاها درباره پاکسازی قومی را رد می‌کنند. ما از اول مأموریت گروه حقیقتیاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را قبول نداشتیم. نظامیان ما کاری را می‌کنند که بر اساس آیین‌نامه باید اجرا کنند. اونگ سان سو چی رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را برای سکوت اختیار کردنش نسبت به سرنوشت مردم روهینجا تنقید کردند. در واقع تصور ما درباره او و جسارتش هنگام حبسش از طرف نظامیان به سبب بحران روهینجا فوق‌العاده تغییر کرد. ما از او انتظار داشتیم که برخیزد و به ضد این جنایت‌ها صدا بلند کند. حکومت امریکا به ضد بعضی از فرماندهان ارتش میانمار تحریم اعمال کرد، ولی فعالان آن را ناکافی می‌دانند. باید تحریم اعمال شود که نتیجه دهد. تحریمات قبل از این حادثه ها نتیجه میداد. با باور ما امریکا باید به ضد حکومت میانمار تحریمات فراگیر جاری کند. با وجود شرایط سخت در بسیاری از اردوگاه‌های پناهندگان در بنگلادش، به گفته حامیان حقوق ترس از نظامیان میانمار نمی‌گذارد پناهندگان به خرابه‌هایی که از خانه‌هایشان مانده است برگردند.